خط حاجی. آها اندلو بزن دیگه. دلتنگ مازندران نمیشی نه دیگه. این مرزن آباده دیگه. این قلیونیای هست قبل مازندران. اینا بلال هم بخواین اینا بلال حاجی با بلال فرو اینجاست. به گاییدن نده اینو. آقا اومدیم اینجا. اونایی که اینجا اجاره میدن حاجی شهر اگه آمریکا هستین حتما اینجا رو بیان یه کسچرخ بزنیم. اومدیم اینجا بگیریم. ما 2 تا تکی گرفتیم. الان دیدم حاجی میگه آیسان به 2 تایی بریم. راست میگه ایناست. من برم تو بگیرم. ما 2 تا اون تکی ها رو گرفتیم. جان شما آقا اینو گرفتیم با حاجی. گفتیم آقا 2 تایی باشیم. اینه موزیک و فلان و همه چی داره. کل روز گرفتیمش دیگه. از الان تا شب 10 ساعت. گفتیم خیلی راحت. خوبه همین دیگه نه. حالا می‌خواستیم اونو بگیرم. اون بلنده رو اونو دیدم میگه حاجی $2500 برای کل روز. بعد اینو گفتم. این گفت $1200. گفتم همینو بده. اینم قشنگه دیگه. همین اینو بخرید بعداً. خیلی قشنگه. 3 چرخ خریدیم یه بار سوار نشد. آقا پشتی اومد. اومدیم دم خونه یه دستشویی چیزی بریم. من اینو عوض بکنم حاجی. خیس عرق شد. خودشون چیزم به ما دادن. خودشون کل روز 3 تا 4 تا از این تریلا میریم جای باحال. این که مال منه. خودشون هم از اینا دادن. آب سرد و اینا با یخ. مشروب دیروز خوردیم دیگه. درست دیگه تمام. هر شب نباید آدم گندشه در. الان مثلا میره دوباره تا 2 هفته 3 هفته دیگه. هر چیزی جان. آنتن پشت نها کن. بچه‌های جنگلداری هم دارن میرن برای تفکیک مراضی اراضی. اینو عوض کنم. مردیم حاجی. گرم 20 صبح افتاداست. ما تو راهیم داریم میریم همون تو تریل کسیانو. برو دیگه. گو ابا استاپ ساین آقا فعلا نمیذارم شارژ تموم نشه. تو خاکماک رفتم میذارم. خلبان باشه آقا اسهال میشی. ای اما حاجی کمک خلبان باشه. علی Thank you. Oh my god. آقا جای شما خالی. خیلی باحاله. آخر خط حاجی. آها اندلو بزن. اول فاز حاجی رو بگیری. حاجی بعد 4 ساعت رانندگی منلق یعنی یک ضرب به زبان خود من رسیدیم اینجا. امکان نره حاجی تو کاد نباشه به هیچ وجه. یک جایی بکر نسیم صبحگاهی هم داره میزنه. آقا فیکس 5 ساعت رفتیم، 9 رفتیم، 2 اومدیم. از 3 ساعت دیگه داشتیم ولی خسته شدیم حاجی.
زیباترین صحنه ها رو ما امروز با حاجی دیدیم. اینو به ما داد، یعنی که اینو صحیح و سالم اینجا تحویل دادیم. برم زیر آفتاب 2 دقیقه. زیباترین، خدا شاهد حاجی، زیباترین صحنه های زندگیمو دیدم. 2 تا عکس گرفتم دیگه، چند روزی گاییدم زیاد عکس گذاشتم، این 3-4-5 روز دیگه میذارم. رونالدو باید بره جلو بوق شیپوری بزنه. عکس در حد رجال و خان و خانبازیه. الانم باید برم یه حمام تابستانه بگیرم و یه چرت همچین رجالی با حاجی بزنیم و جون حاجی صدات نمیاد عزیزم. چی حاجی جون؟ بریم حاجی خونه دراز بکشیم لیم. شبم برنامه شام تیپ زینتی. آقا از یک چرت بهاری بیدار شدم. عرض به خدمت رفقای عزیز. آقا یک مطلبی رو من سریع خدمت رفقا عرض بکنم. ما رفتیم با ماشین رو پارک کردیم دممون. یه پا اول براتون بگیرم چون خیلی بچه ها اصرار داشتن. ما رفتیم اونجا دممون، اونجا که اون چهارچرخو بگیریم ماشین رو ما پارک. بعد شیشه ماشین انقدر پایین بود، انقدر ماشین رو گذاشتیم اگه یادتون باشه با چهارچرخ اومدیم اینجا که دستشویی بریم که بریم تو دردهات دیگه. بعد برگشتم دیدم رو صندلی عقب این هست. دیدم این رو صندلی عقب تا شده، سایز 2X لارج، روش هم نوشته که First you learn then you remove the L، یعنی earn، یعنی میگه اول یاد میگیری بعد الشو برمیداری. به جان اون پدرم قدیر حاجی با من بود، اصلا نمیدونم اینجا ایرانی نداره تو استادونو. بعد در ماشین شیشه انقدر پایین بود. این چیه من نمیدونم، اینم من نمیخواستم بگم. حاجی گفت بگو ببین کیه. آقا من راست حسینی، این آقا شاهد بود، من اصلا نمیدونم. اگر کسی هست وای میستادی حداقل میومدی موتور رو میدیم. بعد من میخوام ببینم که شیشه انقدر پایین بود چجوری اینو تا کردی رو صندلی عقب گذاشتی، بعد چجوری در رو قفل کردی. در رو که بکنی دست رو تو قفل نمیشه. این مقدار منو ترسون، خدا نکرده. آره گفتم بگم دیگه اینه. حالا دست درد نکنه، آقا هستی خانوم هستی، ولی من فکر نمی‌کردم که اصلا این سایز من هم هست اتفاقا. آره ولی من اصلا فکر نمی‌کردم اینجا یه روستاست. من بعید می‌دونم حالا فنیکس ایرانی داره، فنیکس اینجا رو در جریان نیستم. هر کی هستی حالا الان همه میگن ما فرستادیم مردونه، حالا هر کی هستی بگو کی هستی، حداقل ما تشکر بکنیم و ببینم تو چجوری در بیانور رو قفل کردی دوباره بدون کلید. حاجی اینجا شبیه جاده چالوسه و بلدین کجاست دادا. حاجی من فلان دارم با حاجی میگم ما فردا دوباره اگه میخوایم بریم تو این کوکمر و خاک و ما آدم تمیزی هستیم. من 2 ساعت داشتیم حاجی کلفتی میگردیم داشتیم خودمون میشستیم. حاجی میگه نه فردا میریم توی پارک اونجا فرق داره. حالا بریم چی میشه. اینجا حالا اومدیم یه کسچرخ ملودو جلیتو بزنیم ببینیم چی جوریه اینجا برای همون تفکیک اراضی مرازی. مرزان آباد حاجی بالا میای به سمت کوهکیلویه اون برا. To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. داریم میریم یکی از این رستوران سر راهی بشینیم به صرف کافی و شیرینی بچه ها. او شیشه رو بده پایین، اینجا مغازه ماست، بده پایین شیشه رو. علی چی نگاهی داره میکنه.
عکس از این بگیرم. آجی میگم قبلا دلتنگ مازرون بودم مازرون هم مازندرانه. الان با آجی صحبت کردیم به جان قدیر بودم شریکی خونه اینجا بگیریم. 4-5 ساعت تا الی رانندگیه. بودم شریکی خونه کلبه‌ای بگیریم چوبی. دیگه دلتنگ مازندران نمیشی نه دیگه، این مرزن آباد دیگه. این قلیونیای هست قبل مازندران. اینا بلال هم بخواین اینا بلال آجی با بلال فرو جان یا پژو خطی زرد آباد رد چنک به سر قدیر بوق بزنه. یه آشنای خالکسه بوقی دست بلند کنیم بوق میزنه اصلا نباشه آجی. یک حالی اصلا به خداوندی خدا روحم تازه شد. آقا از این مغازه اینو برای خودم خریدم. این یه ماجرای طولانی داره. سگشون ها because the dog sitting there. She's a cool lady. How much gonna be all together? $9,000. این دیگه گردن من میمونه. قشنگه نه؟ این ماجراها داره اینا، میدونی یا نه؟ انرژی آریزونا رو میخوام بخورم ببرم. آجی وای به مغازه رو میبینین دیگه. نقاشیاشو رو ببین. با این مغازه اینجوری حال میکنن. ماشون بازی فلا اینا. این چاقالی مفور. اینا رو هم گرفتم ببرم هیوستن. خوده بوهای باحالی میده. Is that back for you? اینا حاجی خرید. What is this like a stone or what? It is tiger's eye. اینا حاجیه. تایگر آی. از اومدیم اینجا برگر بخوریم. تو رو نگاه کن چرا خوشگله. همش چوبی. یارو رو نگاه کن. اومدیم اینجا برگر بزنیم. حاجی اصلا دنیای عجیبیه. آره دوش سر بگیرم باورم میشن. یعنی گفتم این دخترها رو بندازم روی دوشم فرار کنم. آقا اینجا تو رستوران الان نشسته بودم دیدم یه آقای ایرانی تو ویدیو هم نمیخواد باشه. گفت دیدم شیشه ماشین پایینه نمیدونستم چجوری به اینو برسونم. خودش هم مثل ما بود مشکل داشته ولی الان سالم شده ترک کرده. اینجا زندگی میکنی؟ هیوستن زندگی میکنی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دمت گرم دست در نکنه. حالا بده من باش صحبت بکنم واجی. دیدم پشت سرم هم وایساده بودم خدایا گفت منم اونی که پیرهن گذاشتم تو ماشین. گفت دیدم شیشه پایینه. دمت گرم. مثل ماست داداشم هم ترک کرده. آره آقا مخلصم. یه چیزی بهتون بگم با وحشت میکنه. پرواز هیوستن که گذاشته بودم این آقا با ما پرواز گرفته بود با ما اومده با ما برمیگرده. گفت نمیتونستم اینجوری پیدات کنم اومدم اینجا که تو رو ببینم. کادرم اون آورد. گفت من به خاطر تو ترک کردم. حالا شما که نمیدونین کی. گفت من هروئینی بودم به خاطر تو ترک کردم. گفت کار بزرگی داری میکنی. خب ببین چقدر کارت بزرگی که حاجی من گازشو گرفتم اومدم تا اینجا. دنیای حاجی اصلا چی داره میشه پروردگار میدونه. حاجی رنگین کمون رو نگاه کنی. Look at the rainbow. واو. داشتیم الان راه میرفتیم فردا صبح که میدیم اون جیپ سواری که اینجاهای بالمالش رو ما نشون بده. بعد ظهرش هم گفت میخوایم بریم هلیکوپتر سوار شیم. همین 2 نفری هلیکوپتر سوار میخوایم بشیم برای این جاهایی که ماشین نمیره رو ما نشون بده. حاجی گفت اگه خوشم بیاد داشتن 2-3 تا کور رو بخریم اینجا. حاجی گفت 2-3 تا کور رو بخریم کوهایی که راه نداره. گرفتی؟ فقط با هلیکوپتر میشه رفت بالا نگاه کنی. بعد هلیکوپتر هم بخریم. آره. بعد گفت اصلا اگه پسر خوبی باشی هلیکوپتر هم بخریم. آره دیگه اینجوری. خلاصه که آقایون دم همه رفقا گرم. این آقایی که الان تو خیابون همین که با فامیلاشون اومد من دید میگم من خونه‌تون رو پیدا کردم نامه برات گذاشتم دم خونه. ولی الان یهویی دیدمت. با مردم که صاف باشی همه برادرن. صبح شما بخیر. با بدندر دهن ما رو گاهید. ساعت 6:30 ساعت 5 بیدار شدم دیدم اصلا بیدار بودیم. حاجی هم بیدار بود. بابا اصلا امروز نوبت تو خمیر بذاری.
حاجی شکم جکی جان شکم الان سری صفر میکنه، الان تا دوربین رو شکم رسه. جان حالا جون شکم صفر کن. ببین با بدونی اومدن 8 تا پک داشتم تو طول این زمان 2 تاش از دست حاجی میگه با 8 تا فک دنیا آمد توی این مدت 2 تاشون میگه دوز برد تو دارم. حاجی اینجا رو نگاه کن ببین بیرون چیه، نگاه کن. گرگای آلبانی بچه ها میخوان چیکار؟ اون بقیه کجام؟ نه بالان. آرش در رو واکن یواش بینا بگو صبحونه حاضره بیایم ما بخوریم بیایم. آقا سویشرت آشخور رو پوشیدم برای شما. اینو خیلی وقت بود خریده بودم ولی هیچ وقت نپوشیدم. می‌ذاره قشنگه. داریم پای خدا. داریم میریم با حاجی یه صبحونه‌ای بخوریم، ساعت 9 باید با این کسمشنگا بریم توی کوکمر دوباره. ساعت 4-5 بعد از ظهر هلیکوپتر حال میده، چون اینجا میگم یه سری جاهایی هست که با ماشین نمیشه رفت. داریم میریم جیپ سوار شیم. امروز یه چند تا برنامه مرفه است، بعدش هم هلیکوپتر رو بعد میخوام بریم یه رودخونه اینجا آبتنی کنیم تو آبش. حاجی شکاروان نشسته حاجی. ما یه جا وای میستم اینجوری الان سردرد بگیره. الان میگم آدم مثلا بخواد در بریش که آدم پیدا نکنه بیه اینجا، مثلا اینجا زمین میفروشن، اینجا آب داره، آب چاه داره، با زمین. کی آدم اینجا پیدا میکنه؟ حاجی نگاه کنه خیلی قشنگی. ما هم شما ببینید وای 3 تا بچه آهو. چطور این انسان ها همه جا رو پیدا کردن؟ خانه خرابا یعنی یک جای نگاهیده نبود اینا نذارن. اینجا رو بگو شما چرا پیدا کردین آخه؟ بیا الان دارم میرم 2 تا رو بگیرم برای شما، اینا رو بگیرم با طناب ببندم بیارم استوری بگیرم. اگه لایو گذاشتم بچه ها بدونین که 2 تا سرخپوست با طناب بستم اینا رو. یعنی اخبار نشون میده یک مازندرانی 2 تا سرخپوست رو گرفت، حاجی و آقا معلم فرار کردن. اینجاست ما رو به گایدن نده اینو، به خاطر 2 تا استوری میگن ما رو به گایدن نده. آرشین
چاکر رفقای عزیز. ما دیگه شب آخر اومدیم شام بخوریم، شامی بخوریم و بریم خونه وسیله هامون رو جمع کنیم. فردا مولوش ساعت دیگه فردا صبح راه بیفتیم بریم به سمت فرودگاه. 2 ساعت تا اینجا راست، یعنی از سدونا میریم فنیکس که اونجا 2 ساعت راست اونجا. بعد دوستان سوال کردن هلیکوپتری فلان اینا. داداش نفری $250 بود واسه 30 دقیقه دور زدن. منظورم که اونجوری فکر نکن خیلی گرون بود، نه، نفری $250 برای 30 دقیقه. خیلی باحال بود، خیلی. یعنی بعد من حاجی هم و پرواز میترسیم، ولی هلیکوپتر از این فکستنی ها بود، از این من فکر نمی کنم $200,000 هم بود. آره ولی خیلی خوب بود دیگه، جای شما خیلی خالی بود. آقا اینجا زدیم بغل با حاجی، میخوام یه دونه عکس بغل این کاکتوس بگیرم. بعد با یه عکس دیگه گفتم گرفتم خیلی قشنگ شده، میخوام اینم بذارم بغل اونا. خب آره بذار برم اینجا بالا. کفش، این کفش کی میاد اینجا باشه؟ کثافت جان. کاکتوس نگاییده اینجا وایسا بغل. میبینی کاکتوس رو میبینی؟ ای حاجی کاکتوسی. عکس فقط از من بگیر دیگه، تو نگیر حاجی. یکی از من فقط تاکی بگیر. آقا خودت نگیر، فقط از من. بغل اینا کن، اینا اینجا رو. جان حال میکنی؟ کاکتوس حال کن. بگی آرش بیا. ای حاجی عجب بچه مظلومی هستی، از نوادگان حضرت رقیه. آقا ما این موقع جسارت نمی کنیم چی، هر کی چاکر همه آدمایی هم که به این چیزا اعتقاد دارن نمیم جسارت نشه. آره از عکسو میذارم. آره نام تیپ میخوام بنویسم کاکتوس گاییده. واو. آقا سلام بر رفقای عزیز. من دیگه صبح داشتیم هلهولی ساعت 5 بیدار شدیم، داشتیم جمع میکردیم با برادر آجارش. دیگه تو خونه استوری نداشتم، همین الان 1 دقیقه است اومدیم بیرون دیگه. این سفر زیبا و باستانی ما با سرخپوستان عزیز به پایان رسید. سفر بسیار خوبی بود آجی. من بیشتر با اینجا حال میکنم تا جای دنبلی کسی و بزن برقص و نمیدونم از این تا اشغال بازی ها و اینا. آره الان هم 2 ساعت باید رانندگی کنیم برسیم فرودگاه فنیکس و برگردیم خونه و من و حاجی جیش بوس لالا. سفر بسیار عالی بود. الان هم ساعت 6 صبح، هنوز میزان نیستم که بخوام صحبت بکنم. اوضاع بسیار خیت رفقا، خیت. چاکر همه رفقای عزیز. زنده باد.